موسی رضا فرمود اذا حزنک امر شدید. بذارید این راهکار رو امشب بر اونایی که این قضیه به هم ریخته هستن تو زندگی بگم. وقتی یک گرفتاری محکمی برات پیش میاد، سختی پیش میاد، فصل رکعتین، فرمود بلند شد 2 رکعت نماز بخون. رکعت اول حمد و آیت الکرسی، رکعت دوم حمد و انا انزلناه فی لیلة القدر. بعد فرمود خذ المصحف، قرآنو بگیر بذار رو سرت، بگو 10 مرتبه، همین که تو شبای احیا میگیم، نام ائمه رو صدا میزنیم تا امام زمانت. تمام اینها رو واسطه کن، بعد قرآنو ببند، حاجتتو از خدا بخواه. فرمود از جاد بلند نمیشی مگر این که خدا بهت نظر لطف میکنه.